اختلاف طبقاتی تا کجا خانم؟ چرا ما رو دق میدیم؟ خورم سلطان چه نیمان دق میدی؟ از 100 کیلو هندوونه 2 گرم در آوردی. اگر من امکانات تو رو داشتم خدا شده از داخل هندوونه تریاک استخراج میکردم. اومده که ما رو دق بده. این کلیپ ننم از 3 روز دیگه نمینی داخل خونه ما چه خبره. دردی پس نبه. خب یعنی که چی؟ بیا نگاه کن داخل خونه ما چه خبره. 3 روز ننه من این کلیپو دیده داخل خونه ما پرس و جنگ و دعوا. میگه من چرا شوهر کردم به آقا. بیا اینم وضعیت خونه ای ما. هی نگاه کن چه کردی خورم سلطان با ننه من. خب ما خواستی شوهر نکنی آقا، من عاشقی همینه دیگه ها. با عشق زندگی کردیم ما از بیا ما خواستی بریم مثل او خانم خورم سلطان پدیکور کنی، ظریف خود برسی، ترک تمیز، فیلر کنی، نمینم پوتاسک بزنی. آقام همه هزینهات مدام والا. نشستی بچه داری اینم شد عاقبتش.